شهاب حسینی خیلی خوش تیپه. پس خوشتیپ‌ترین بعد علیا. همه بعد علی. بابا اذیتم نکن. به خدا راست دارم میگم. یعنی به نظر تو علی زیباترین؟ وای معلومه. هم خوشگله، هم خوشتیپه، هم نازه، هم مهربونه. آخه فقط صورت آدم نیستش که. به نظر من همشون بعد علی. چرا الان میخندی؟ چون گفتی فقط صورت منظورم این بود که ویژگی دیگه هم داره. همون بازه ویژگی دیگه مهمه. نه چیزش هم صورتش هم مهمه. صورتش هم مهمه. خیلی به نظر من خوشگله. چرا اینجوری میکنی؟ احساس میکنم داری مسخره میکنی. آره نه میکنم اصلا هیچ کاری نمیکنم. تو داری یه سری چیزایی میگی پشت سر هم که این شایبه رو به وجود میاره که خلاصه